و به این سوالات دقت کنید. اساس کار دماسنج‌های الکلی و جیوه‌ای انبساط و انقباض مایع درون مخزنشونه. جنب و جوش مولکول‌ها در جسم سردتر کمتر از جسم گرمتره. دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی رایج‌ترین دماسنج‌ها هستند. وقتی دو جسم گرم و سرد به هم تماس داده میشن، بعد از مدتی به تعادل گرمایی میرسن. ننویسید تعادل دمایی، تعادل گرمایی. برای درجه بندی دماسنج الکلی و پیدا کردن دمای صفر، ابتدا باید اون رو در مخلوطی از آب و یخ قرار بدیم. وقتی صفر دماسنج رو میخوام پیدا کنم، بعد در مخلوطی از آب و یخ قرارش بدم. به مقدار انرژی که در اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه، گرما گفته میشه. انرژیه، پس گرماست، نباید بگم دما. به مقدار انرژی که در اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه گرما میگن بچه ها، که من اینجا براتون نوشتم. درست شد؟ آره؟ بسیار عالی. شرط تبادل گرمایی بین دو جسم چیه؟ اینی که یکی گرمتر باشه یکی سردتر باشه و با هم در تماس باشن. پس شرط تبادل گرمایی اختلاف دماست. اگر بخوان به تعادل گرمایی برسن، باید اختلاف دما داشته باشن. اینو یادت نره. شرط تبادل گرمایی باید یکی گرمتر باشه یکی سردتر، یعنی اختلاف دما داشته باشن. جستجوی حیات روی سیاره‌های دیگر بر اساس دمای مناسب زندگی و وجود آب در حالت مایع انجام میشه. گفتیم آب باید به صورت مایع باشه، یعنی وقتی مایع باشه میفهمی که اونجا مناسب زندگی هست. به جسم‌های داغ‌تر دمای بالاتر و به جسم‌های سردتر دمای پایین‌تری رو نسبت میدیم. درسته؟ هر چی جسمی داغ‌تر باشه یعنی دمای بالاتری داره. دماسنج‌های نواری با چی دما رو نشون میدن؟ با رنگ خودشون، با تغییر رنگ دما رو به ما نشون میدن. به شما گفتم روی این رنگ‌های متفاوتی تعبیه شده وقتی میذارن با تغییر رنگ. بچه‌ها تو اینجا ما گفتیم با خطا دما رو نشون میدن. نه، اینو درستش کنید، بنویسید با تغییر رنگ دما رو نشون میدن. یعنی بر مبنای این، منظورش اینه که مبنای کار دماسنج‌های نواری چیه؟ مبنای کار دماسنج‌های نواری بر مبنای تغییر رنگی. نگید نگفتم ها، اصلاحش کنید. وسیله اندازه‌گیری دما دماسنجه. لوله دماسنج جیوه‌ای یا الکلی معمولاً باریک و بلند انتخاب میشه. نازک باید بگیریم، باریک بگیریم و بلند، تا یک تغییر کوچک در حجم جیوه یا الکل بتونه به تغییر ارتفاع قابل ملاحظه در لوله بیانجامد. اینا رو یادتون نره. پس بچه‌ها یادتون نره اینو درستش کنید. دماسنج‌های نواری با تغییر رنگ دما رو به ما نشون میدن، یعنی اساس کارش با تغییر رنگه. یادمون نمیره، اینا رو باید یادمون بمونه. دماسنج‌های الکلی و جیوه‌ای رایج‌ترین دماسنج‌ها هستند. درجه بندی که در آن بین نقطه جوش و انجماد آب به 100 قسمت تقسیم شده باشه، درجه بندی سلسیوس یا سانتیگراد نامیده میشه. شرط تبادل گرمایی بین دو جسم وجود اختلاف دما بین اونهاست. یعنی اگه قرار باشه تبادل گرمایی صورت بگیره، باید اختلاف دما داشته باشن. اگر اختلاف دما نداشته باشن، اصلا گرما انتقال پیدا نمیکنه. خب نام دیگر درجه بندی با مقیاس سلسیوس سانتیگراده. گفتم نام دیگر سلسیوس سانتیگراده. به مقدار انرژی که بر اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه گرما میگیم. گرما بر حسب انرژیه. در فشار 1 اتمسفر و کنار دریاهای آزاد دمای مخلوط آب و یخ 0 درجه‌ایه و دمای بخار آب در حال جوش 100 درجه سلسیوسه. درست شد بچه‌ها؟ اینا رو یادمون نمیره. 100 درجه سلسیوس میجوشه در کنار دریاها و یا جایی که فشار اتمسفری 1 و در 0 درجه گفتیم یخ میبنده. درسته؟ خیلی خوب. وقتی میخ داغی را درون ظرف آب سرد میندازیم، دمای میخ میاد پایین و دمای آب میره بالا. درست شد؟ یادم نمیره. جنب و جوش مولکول‌های جسم گرمتر بیشتر از جسم سردتره. هرچی جسم گرمتر باشه، انرژی گرمایی بیشتری داشته باشه، جنب و جوش مولکولاش بیشتره. آب در مناطقی که بالاتر از سطح آب‌های آزاد هستن زودتر به جوش میاد. یعنی وقتی بریم ارتفاع واسطی در ارتفاعات کوه‌ها، چون فشار هوا کمه، آب یه مقدار گرما بهش بده شروع میکنه به جوشیدن. خیلی خوب. در انتقال گرما همواره پایستگی انرژی برقراره، یعنی انرژی که از بین نمیره، به وجودم نمیاد، فقط منتقل میشه. انرژی گرمایی از جسم گرمتر به جسم سردتر منتقل میشه. پس پایستگی انرژی برقرار است. پایستگی انرژی گرمایی رو داریم.
مقدار انرژی جذب شده توسط یک جسم به ویژگی‌های فیزیکی جسم هم بستگی داره. مثلا سطح تیره و ناهموار انرژی بیشتری رو گفتیم جذب میکنن. اینا نباید ما یادمون بره بچه‌ها. درسته؟ خیلی خوب. دقت کنید بچه‌ها. گفته صحیح یا غلط. جنب و جوش مولکول‌های یک جسم به دمای آن بستگی ندارد. خب ما اینو گفتیم آقا هر چی که دمای یه جسم بالاتر باشه یعنی مولکول‌ها گرمترن، حرکتشون بیشتره، پس بستگی دارد. غلطه. یکای اندازه‌گیری دما درجه سانتیگراده، درسته. یکای اندازه‌گیری گرما ژوله، اینم درسته. با کمک دماسنج میتونیم میزای گرمای اجسام، با دماسنج میتونیم دما رو اندازه بگیریم نه گرما. گرما رو با کالوریمتر یا گرماسنج اندازه میگیریم. پس این غلطه. با کمک دماسنج دمای اجسام اندازه گیری میشه. میزان گرمای اجسام اگه بخوام اندازه بگیریم با گرماسنج یا کالوریمتر. ببینید بچه‌ها چقدر مهمه. اینا رو هایلایت کنید بچه‌ها. یادتون میره. وقتی دو جسم گرم و سرد در تماس با هم قرار میگیرن بعد از مدتی دمای جسم سرد به دمای جسم گرم میرسه؟ نه. دمای جسم گرم و سرد به هم میرسه یعنی همدما میشن؟ بله. بعد از مدتی همدما میشن. دمای جسم سرد به دمای نه اینطوری نیست که دمای سرد به این غلطه بچه‌ها. مثلا اگه یکی 60 درجه باشه یکی 5 درجه باشه، آیا این 5 درجه به 60 درجه میرسه؟ دمای جسم سردتون که 5 درجه بوده میشه 60 درجه؟ نه، تعادل میرسن. این غلطه. نه 5 میشه نه 60، بینشون میشه. اگر یک گلوله آهنی سرد رو درون آب داغ بیاندازیم آب انرژی از دست میده. نه، گلوله آهنی سرد درون آب داغ. آره، آب مقداری از انرژی گرماییشو از دست میده به گلوله‌ای که سرده. درسته، آب مقداری از انرژی گرماییشو از دست میده. دماسنج پزشکی رو قبل از هر بار مصرف باید با آب جوش زده عفونی کنیم؟ نه، اصلا میترکه، میشکنه. نباید همچی کاری بکنی. اینم غلطه که من اینجا براتون نوشتم. این غلطه. این گفتم بچه درسته. این یکی وقتی اینم غلطه که من اینجا براتون زدم غلطه. با کمک دما میزان گرما نه میزان دماست. این غلطه. این که گفتم درسته و این یکی هم گفتم که غلطه. جنب و جوش مولکول‌های یک جسم به دمای آن گفته بستگی ندارد. غلطه، به دماش بستگی دارد. پس غلطه، یادتون نره. جسمی که گرمتر است دمای آن بالاتر است. بله، هر جسمی که گرمای بیشتری داشته باشه گرما به دما گفتیم میچربه. گرما به دما مسلطه. هر جسم گرمتر این دماش بیشتره. این درسته. از یکای ژول برای همه شکل‌های انرژی استفاده میکنن. درستم هست. درسته بچه، درسته. تو کتابتون گفته درسته، ما هم میگیم درسته. هرگاه مولکول‌های یک ماده تندتر حرکت کنن چگالی ماده افزایش پیدا میکنه؟ نه، چگالی کاهش پیدا میکنه. اگر مولکول‌های یک ماده تندتر حرکت کنن یعنی حجم داره زیاد میشه. حجم که زیاد بشه چگالی میاد پایین. چگالی کم میشه. چگالی میشد جرم تقسیم بر حجم. چگالی با حجم نسبت عکس داشت. هرچی حجم بیشتر باشه چگالی کمتر میشه. برای اندازه‌گیری گرمای آب میتوان از وسیله به نام دماسنج. نه، گرما رو با کالوریمتر اندازه‌گیری میکنیم. برای اندازه‌گیری دمای آب از دماسنج استفاده میکنیم. این غلطه. پس ساده ترین و دقیق ترین وسیله دماسنجی دسته. 100% اشتباهه. دقیق ترین وسیله دماسنجی دماسنجه، نه دست. با دست که نمیشه، دست خطا داره. پس اینم غلطه بچه‌ها، یادمون نمیره. اون غلط شد. این گفتم باید دما باشه، این غلطه. پس هرگاه مولکول یعنی حجم، اینم غلطه. گفتم از یکای ژول برای همه شکل، این من گفتم غلطه، ولی بزنید صحیحه بچه‌ها، چون تو کتابتون گفته صحیحه. گفته یکای همه انرژی ها ژوله. ما هم میگیم باشه، درسته، ژول. پس اینجا رو بزنید ژول، اینو بزنید صحیح. اینو اصلاحش کنید بچه‌ها. ژول. جسمی که گرمتر است دمای آن بالاتر است. جسمی که گرمتر دماش هم گفته بالاتره. درسته. عبارت‌های درست و غلط رو می‌خوایم مشخص کنیم. دمای جسم‌هایی که روزانه با آنها سر و کار داریم و محیطی که در آن زندگی می‌کنیم تأثیر زیادی در نحوه کار و فعالیت ما داره. 100% درسته. مثلا اگه هوا گرم بشه ما زیاد نمیتونیم کار کنیم تو هوای گرم. درست حرف من؟ یا هوا سرد باشه نمیتونیم خوب کار کنیم. پس دمای هوا و گرمای هوا خیلی تأثیر زیادی در نحوه کار و فعالیت ما داره. پس این درسته. ممکنه دو جسم دمای یکسان داشته باشن اما گرماهاشون متفاوت باشه. درسته. کاملا درسته. دو جسم ممکنه دماهای یکسانی داشته باشن. یک استخر پر آب 20 درجه دماگی داشته باشه، یک لیوان آب هم اگه 20 درجه دما داشته باشه، دماهاشون یکه. این 20 اینم 20. اما گرمایی که توی اون استخر ذخیره شده فوق العاده بالاتره. گرما هر وقت میگن بچا دقت کن چی میگم.
اینو هایلایت کن، بنویس، 2 تا ستاره بالاش بذار، بکن این کاری که بهت میگم. گرمای یک استخر آب خیلی بالاتره. گرما چرا بالاتره؟ چون گرما با مقدار ماده، یعنی جرم، نسبت مستقیم داره. جرم یک استخر آب خیلی بیشتر از یک لیوان آبه، پس انرژی که تو اون استخر خیلی بیشتره. انرژی گرمایی آب خیلی بیشتره توی استخر نسبت به توی لیوان. پس یک لیوان آب 20 درجه و یک استخر آب 20 درجه همدما هستن، یعنی دماهاشون دوتا 20 درجه است. اما گرمای استخر به مراتب بیشتر از لیوانه. چرا بیشتره؟ چون مقدار جرم استخر خیلی خیلی بیشتره. مقدار آبی که در اون استخر هست، جرم آبی که در اون استخر هست خیلی بیشتر از آب لیوانه. پس انرژی گرمایی خیلی زیادی رو تو خودش داره حمل میکنه.